کتاب 48 Laws of Power یا 48 قانون قدرت. این کتاب که چاپ 1998 هست نوشته رابرت گرین و جوس الفرز هست. 48 قانون قدرت. قانون اول: هرگز بیشتر از کارفرمایتان ندرخشید. همیشه تلاش کنید تا بالا دستهایتان به راحتی نسبت به شما احساس برتری کنند. هنگام تلاش برای خوشنود کردن آنها در نشان دادن استعدادهایتان زیاده روی نکنید، چون در این صورت امکان دارد نتیجه معکوس بگیرید و احساس ترس و ناامنی آنها را برانگیزید. اگر کاری کنید که کارفرما با استعدادتر از آنچه هست به نظر برسد، به قله قدرت صعود خواهید کرد. قانون دوم: هرگز بیش از حد به دوستانتان اعتماد نکنید و یاد بگیرید که چطور از دشمنانتان استفاده کنید. از دوستان پرهیز کنید. آنها سریعتر به شما خیانت می‌کنند، زیرا حس حسادت در آنها به سادگی برانگیخته می‌شود. به علاوه آنها پررو گستاخ می‌شوند. اما اگر یک دشمن سابق را به کار بگیرید، او بیشتر از یک دوست به شما وفادار خواهد بود، زیرا باید دشمن نبودنش را به شما ثابت کند. در واقع باید از دوستانتان بیشتر از دشمنانتان بترسید. اگر دشمنی ندارید، به دنبال راهی باشید تا برای خودتان دشمن درست کنید. قانون سوم: مقاصدتان را پنهان کنید. هرگز هدفتان را از کارهایی که می‌کنید برملا نکنید و با این کار دیگران را در تاریکی و تردید نگه دارید. اگر روحشان از آنچه شما می‌کنید خبر نداشته باشد، نمی‌توانند تدارکات دفاعی ببینند. آنها را به بیراهه بفرستید. در غبار نگاهشان دارید و تا به خود بیایند و به مقاصد شما پی ببرند، کار از کار گذشته است. قانون چهارم: همیشه کمتر از آنچه لازم است حرف بزنید. هنگام تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران با کلمات، هرچه بیشتر بگویید، معمولی‌تر و نامسلط‌تر به نظر می‌آیید. حتی اگر درباره یک موضوع پیش پا افتاده صحبت می‌کنید، اگر آن را مبهم، سربسته و مرموزانه ادا کنید، مبتکرانه و ناب به نظر خواهد رسید. افراد قدرتمند با کمگویی دیگران را تحت تأثیر قرار می‌دهند و مرعوب می‌کنند. هرچه بیشتر حرف بزنید، احتمال گفتن یک جمله احمقانه بیشتر می‌شود. قانون پنجم: همه چیز به خوشنامی بستگی دارد. با جانتان از آن محافظت کنید. خوشنامی سنگ زیربنای قدرت است. فقط با شهرت و اعتبار می توانید دیگران را تحت تاثیر قرار دهید و پیروز شوید. اما اگر یک بار خطا کنید، آسیب پذیر می شوید و از همه طرف مورد حمله قرار خواهید گرفت. کاری کنید که خوشنامیتان هجوم ناپذیر شود. همیشه آماده مقابله با حملات احتمالی باشید و آنها را در نطفه خفه کنید. در این حال یاد بگیرید که چطور با ضربه زدن به اعتبار دشمنانتان آنها را نابود کنید. سپس کافی است تا کناری بایستید و بگذارید بدنامی در نظر عموم آنها را به دار بکشد. قانون ششم: به هر قیمت ممکن جلب توجه کنید. هر چیز بر اساس ظاهرش مورد قضاوت قرار می‌گیرد. آنچه دیده نمی‌شود به حساب نمی‌آید. بنابراین هرگز به خودتان اجازه ندهید که در دل جمعیت گم شوید و یا به ورطه گمنامی سپرده شوید. به هر بهایی که می‌توانید انگشت نما شوید. با بزرگتر، رنگارنگتر و مرموزتر نشان دادن خودتان در برابر انبوه جمعیت آرام و محجوب خود را آهنربای توجهات کنید. قانون هفتم: کار را به دیگران واگذار کنید، اما اعتبار آن را به خودتان نسبت دهید. از عقل، دانش و زور بازوی دیگران برای پیشبرد مقاصد خودتان استفاده کنید. این کمک‌ها نه تنها به شما در صرفه‌جویی در وقت و انرژی کمک می‌کند، بلکه برای شما یک تجلی خداگونه کارایی و سرعت به ارمغان می‌آورد. در نهایت کمک کنندگان شما به فراموشی سپرده می‌شوند و شما در یادها می‌مانید. هرگز آنچه را که می‌توانید به دیگری واگذار کنید، خودتان انجام ندهید. قانون هشتم: کاری کنید که دیگران به سویتان بیایند. در صورت لزوم از تومه استفاده کنید. هنگامی که شما دیگری را به اقدام وادار می‌کنید، این شما هستید که کنترل را به دست می‌گیرید. بهتر است همیشه کاری کنید تا حریف به سوی شما بیاید و نقشه‌های خودش را رها کند. او را با دستاوردهای شگفت‌آور اغوا کنید و بعد به او حمله کنید. ورق برنده در دست شماست. قانون نهم: با عمل پیروزی را به دست آورید، نه با بحث و جدل. هر پیروزی که فکر می‌کنید از راه جر و بحث به دست آورده اید، آنی و زودگذر است. رنجش و زیانی که با این کار ایجاد می‌کنید از هر گونه تغییر نظر آنی طرف مقابل قوی‌تر است و مدت‌ها دوام می‌آورد. جلب موافقت دیگران با عمل و بدون گفتن یک کلمه بسیار قوی‌تر است. به جای توضیح دادن خود را نشان دهید. قانون دهم: از ناشادها و ناخشنودها دوری کنید. بدبختی یکی میتواند موجب مرگ دیگری شود. وضعیت روحی افراد درست مانند یک بیماری مصری است. شاید فکر کنید که دارید به یک انسان غرق شده کمک میکنید، اما فقط به بدبختی خودتان دامن میزنید. گاهی وقتها آدم‌های بدشانسی را به سوی خودشان جلب میکنند و میتوانند آن را به سوی شما هم بفرستند. با آدم‌های شاد و خوشبخت معاشرت کنید. قانون 11: یاد بگیرید چطور دیگران را به خودتان وابسته کنید. برای حفظ استقلال خودتان باید همیشه مورد نیاز دیگران باشید. هرچه بیشتر مورد اتکا قرار بگیرید، آزادی بیشتری خواهید داشت. اگر کاری کنید که دیگران برای شاد بودن به شما وابسته شوند، دیگر هیچ ترسی نخواهید داشت. هرگز به آنها یاد ندهید که چطور بدون شما کارشان را از پیش ببرند. قانون 12:
با صداقت و بخشندگی حساب شده قربانی را خلع سلاح کنید. یک اقدام صادقانه و صمیمانه روی ده‌ها ریاکاری را می‌پوشاند. نشان دادن صمیمانه صداقت و بخشندگی حتی مشکوک‌ترین آدم‌ها را خلع سلاح می‌کند. بعد از آنکه صداقت حساب شده شما زره محافظتی آنها را سوراخ کرد، می‌توانید به سادگی آنها را بفریبید و کنترل کنید. یک هدیه به موقع مانند اسب ترویا شما را به هدفتان می‌رساند. قانون 13. موقع درخواست کمک علاقه شخصی افراد را برانگیزید، نه احساس ترحم و یا قدرشناسی آنان را. اگر به کمک کسی نیاز دارید، کمک‌های گذشته خودتان را به او یادآوری نکنید، زیرا در این صورت راهی برای نادیده گرفتن شما پیدا خواهد کرد. در عوض در درخواستتان به چیزی اشاره کنید که به نفع او باشد و از هر نظر بر آن تاکید کنید. اگر ببیند سودی عاید خودش می‌شود، مشتاقانه به شما پاسخ خواهد داد. قانون 14. مثل دوست رفتار کنید و مثل جاسوس عمل کنید. شناختن رقیب بسیار مهم است. با به کار گرفتن جاسوسان اطلاعات با ارزشی گردآوری کنید که شما را یک قدم جلوتر از او نگاه خواهد داشت. حتی بهتر است که خودتان نقش جاسوس را ایفا کنید. یاد بگیرید که در برخوردهای مؤدبانه اجتماعی به کاوش بپردازید. با پرسیدن سوالات غیر مستقیم کاری کنید که مردم نقاط ضعف و مقاصد خودشان را برملا کنند. هر موقعیتی یک فرصت مناسب برای جاسوسی هنرمندانه است. قانون 15. دشمن را کاملا از پا درآورید. تمام رهبران بزرگ از زمان موسی می‌دانستند که یک دشمن مهیب باید کاملا از پا در بیاید. بعضی‌ها این را با تجربیات تلخ آموختند. اگر فقط یک تکه از آتش روشن بماند، هر قدر هم که شعله‌اش بیجان باشد، روزی شعله‌ور خواهد شد. نبرد نیمه کاره از نابودی کامل زیانبارتر است. دشمن قدرتش را باز می‌یابد و در جستجوی انتقام برخواهد آمد. نه تنها جسم او، بلکه روحش را نیز از پا درآورید. قانون 16. از غیبت برای افزایش احترام بهره بگیرید. بدیهی است که تیراژ بالا باعث کاهش قیمت می‌شود. هرچه بیشتر دیده شوید، معمولی‌تر به نظر خواهید رسید. اگر به عنوان عضو در گروهی پذیرفته شده اید، کنار کشیدن موقت از گروه باعث می‌شود که صحبت درباره شما بیشتر به میان بیاید و حتی بیشتر مورد تحسین قرار بگیرید. باید یاد بگیرید زمان مناسب برای غیبت چه موقع است. با کمیاب شدن ارزش کسب کنید. قانون 17. دیگران را در وحشت نگه دارید. در هوا گرد غیرقابل پیش بینی بودن بپراکنید. انسان موجودی تابع عادت است، با نیازی ارضاء نشدنی به دیدن رفتارهای آشنا از دیگران. قابل پیش بینی بودن شما به آنها احساس سلطه می‌دهد. این روند عادی را عوض کنید. به عمد تلاش کنید تا غیر قابل پیش بینی باشید. رفتاری که نشان دهنده عدم انسجام و هدف باشد، تعادل آنها را برهم می‌زند و برای یافتن توجیهی برای رفتار شما به دردسر می‌افتند. این استراتژی اگر به طور مفرط به کار گرفته شود، باعث ایجاد ترس و وحشت می‌شود. قانون 18. برای حفاظت از خود دور خودتان قلعه نسازید. انزوا خطرناک است. دنیا جای خطرناکی است و دشمن همه جا هست. همه باید از خودشان محافظت کنند. قلعه امن‌ترین مکان به نظر می‌آید، اما انزوا شما را با خطرهای بیشتر از آنچه شما را از آن حفظ می‌کند روبرو می‌سازد. انزوا شما را از دسترسی به اطلاعات با ارزش محروم می‌کند. انزوا شما را انگشت‌نما می‌کند و آسان در هدف قرار می‌گیرید. بهتر است که میان مردم باشید، با آنها بیامیزید و دوست پیدا کنید. قانون 19. بدانید با چه کسی طرف هستید. به اشتباه دیگران را نرنجانید. در دنیا انسان‌های بسیار متفاوتی وجود دارد و نمی‌توانید فرض کنید که همه نسبت به استراتژی‌های شما عکس‌العمل یکسانی نشان می‌دهند. بعضی‌ها هستند که اگر آنها را فریب بدهید و یا از آنها پیشی بگیرید، تا عمر دارند به فکر انتقام‌گیری خواهند بود. اینها گرگ‌هایی در پوست گوسفندند. پس حریفان و قربانیانتان را با دقت انتخاب کنید. قانون 20. به هیچ کس تعهد نسپارید. فقط نادانها در طرفداری از کسی عجله به خرج می‌دهند. هرگز به هیچ طرف یا هیچ امری تعهد نسپارید به جز خودتان. با حفظ استقلالتان ارباب دیگران می‌شوید. با تحریک کردن مردم علیه یکدیگر آنها را دنبال روی خودتان کنید. قانون 21. برای گرفتار کردن یک احمق نقش یک احمق را بازی کنید. خودتان را ابله‌تر از طرف مقابل نشان دهید. هیچ کس دوست ندارد که در برابر کس دیگر احساس حماقت کند. فوت و فن کار این است که بگذارید قربانیانتان احساس زرنگی کنند و نه فقط زرنگی، بلکه احساس کنند از شما زرنگ‌ترند. اگر این مسئله را باور کنند، هرگز مظنون نخواهند شد که ممکن است شما انگیزه‌های پنهانی در سر داشته باشید. قانون 22. از تاکتیک تسلیم استفاده کنید. ضعف را به قدرت تبدیل. هنگامی که از حریف ضعیف‌تر هستید، هرگز به خاطر افتخار نجنگید. در عوض تسلیم را انتخاب کنید. تسلیم به شما وقت می‌دهد تا التیام پیدا کنید. وقت می‌دهد تا حریف پیروزتان را شکنجه و آزار دهید و وقت می‌دهد تا منتظر افول او شوید. با تسلیم شدن، فرصت شادمانی از شکست دادن شما را از او بگیرید. با این کار او را خشمگین و پریشان کنید. از تسلیم به عنوان ابزار قدرت استفاده کنید.
قانون 23. نیروهایتان را متمرکز کنید. با متمرکز نگه داشتن نیرو و توانتان بر روی نقاط قوت آن را حفظ کنید. با پیدا کردن یک معدن غنی و حفاری عمیق آن بیشتر ثروت کسب می‌کنید تا با دویدن از یک معدن کم عمق به یک معدن کم عمق دیگر. تمرکز همیشه بر پراکندگی پیروز می‌شود. هنگام جستجو برای منابع قدرتی که شما را به اوج برسانند، یک حامی اساسی برای خودتان پیدا کنید. یک گاو چاق و چله که بتواند برای مدتی طولانی به شما شیر بدهد. و بالاخره قانون 24. نقش یک ندیم بی‌عیب و نقص را بازی کنید. یک ندیم کامل و بی‌نقص در دنیایی که همه چیز حول محور قدرت و تردستی سیاسی می‌گردد پیشرفت می‌کند. او در هنر دغل‌بازی استاد شده است. او چاپلوسی می‌کند، در برابر مافوق تسلیم است و از راه بزلگویی‌های غیر مستقیم و با روش‌های دلپذیر بر دیگران اعمال قدرت می‌کند. اگر قوانین ندیمگری را یاد بگیرید و به کار ببندید، امکاناتتان برای رشد و دست یافتن به بالاترین مقام دربار نامتناهی خواهد بود.